پیش از آنی که تفسیر سوره فلق را نماییم، اولا یک معلومات مختصر درباره این سوره میدهیم و سپس به تفسیر این میپردازیم. سوره فلق از این سوره برمیاد که نام سوره فلق است. فلق سفیدی رو میگن، سفیدی، صبح. برای قل اعوذ برب الفلق، پناه میبرم به پروردگار فلق. فلق صبح رو میگن. و همچنین سوره قل اعوذ برب الفلق ش میگن. سوره فلق این نامگذاریش توقیفی است که رسول الله این نام گذاشتن. و قل اعوذ برب الفلق با این نام هم این سوره رو میگن اجتهادی است. عدد آیات های این سوره فلق 5 تا است و در مکه مکرمه نازل شده است و ترتیب نازل شدن سوره فلق این 20م سوره است، اما در قرآن باشد 113م سوره جایگیر شده است. و سوره فلق همچنین استعاذه، کمک یاری از الله سبحانه و تعالی، پناهندگی به سوی الله سبحانه و تعالی از شر مخلوقات است، از شر و بدی مخلوقات، و تشویق کردن مردم به سوی اعتماد بر الله سبحانه و تعالی از بدی هاست، اعتماد بر او سبحانه و تعالی از بدی هاست. و این سوره تعلیم میدهد بندگان را که به سوی او سبحانه و تعالی، به سوی رحمان اعتماد نمایند، از او کمک یاری و مدد بطلبند، پناه ببرند بر جلالت او، بر سلطنت او، از شر مخلوقات، از شر شب هنگامی که تاریک می شود. هنگامی که شبها تاریک می شود دلهای مردم را وحشت فرا میگیرد، برای هم به سوی الله سبحانه و تعالی پناه میبرند. چون شب فرا میگیرد بدی ها منتشر میشود، انسان های بد یا که جن ها از همه بدی ها در شب بیرون میبرند و فاجرها هم، فاسقا هم، دزدان هم، هر کسی در شب چه میکند؟ بدی های خود را آشکار میکند. و همچنین پناه میبره به سوی الله سبحانه و تعالی از شر و بدی حسد خورندگان و ساحران و جادوگران. همین است که رسول صلی الله علیه و آله با این سوره ها خود را میخواندند و همچنین حسن و حسین را هم میخواندند. و سوره اخلاص و سوره فلق و سوره ناس اینا مشترک هستند، در معوذاتشون میگویند، معوذات نام دارن اینها را میگویند. و سوره فلق و سوره ناس با قول، با امر شروع میشود، بگو، قول بگو، با استعاذه و کمک یاری از الله سبحانه و تعالی شروع میشود، از شر بدی ها و از حسد خورندگان و از چشم کنندگان، همچنین از ساحران و جادوگران، چون در شب بین مردم اینا منتشر میشوند و حسد خورندگان در بین مردم زیاد هستند. این سوره فلق از سوره هایی است که مثل سوره ناس بر این سوره برای بیمار رقیه خوانده می شود، رقیه خوانی کرده می شود. و سوره هایی است که سوره فلق از سوره هایی است که در ذکرهای صبح شام، ذکرهای پیش از خواب و ذکرهای بعد هر نماز خوانده می شود، که در این سوره ثابت است بر اینکه سحر حق است و بودن سحر هم حق است و حسد هم چی است؟ این هم در قلب های انسان، در جسم انسان، در وجود انسان هم این وجود دارد. قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، رب فلق، پروردگار فلق، صبح، سپیدی، او الله است که او سبحانه و تعالی است که خلقت آفرید سبب های ظاهر شدن صبح را و خاص گرداندن پروردگار بر این وصف که پروردگار سفیدی صبح است، چون شر زیاد، بدی های زیاد در شب قرار میگیرد. هنگام شب میدمد از دزدان، از راهزنان، از بدها خواهان که در این شب انسان کم میتواند بیرون برآید، چون بدی ها بسیار است. برای همین است که کمک یاری از الله سبحانه و تعالی در این بدی ها میخواهی و همچنین در سختی ها، از بیماری ها، من شر ما خلق، از شر و بدی هر چه که الله سبحانه و تعالی آفریده است، از شر تمام مخلوقات، حتی از شر نفس خود، چون در نفس انسان شر نفس اماره به سو است، نفسی که به سوی بدی میکشاند. من شر ما خلق، از نوعهای گوناگون بدی ها، از بدی هایی که در شب ها واقع می شود و مردمی که اراده بد دارن، اراده بدی ها دارن. و همچنین در اینجا گفت که و من شر نفاثات فی العقد، از شر نفس کننده ها، صوف کننده ها، پوف کننده ها در چیز، در بنده ها. نفاثات زن ها است، اینجا خطاب به سوی زنها است، زنهایی که در گروه ها میدمند، چون غالبیت آن کسانی که به سحر و جادویی مشهور هستند اینا زنها هستند. برای گفت من شر نفاثات فی العقد، گفت نفاثین مردان گفت، زنها گفت. و من شر حاسدین، از شر بدی های حسد کننده، حسد خورنده، حسد برنده. همچنین چون حسد برنده هم بر خود ضرر میرسونه، هم بر دیگران ضررش میرسد. بر خود ضرر معنوی داره که قلبش بیمار است و بر دیگران ضرر جسمانی میرساند. برای همین از این چیزا باید انسان با سوی الله سبحانه و تعالی پناهندگی بجوید. قل اعوذ برب الفلق، قل بگو، اعوذ بگو، در حال پناه جستن، اعوذ برب الفلق، پناه میبرم، یعنی روی می آورم، پناه میگیرم و خود رو نگاه میدارم، برب الفلق، و پروردگار فلق، یعنی آن ذاتی که صبح، یعنی آن ذاتی که دانا است. برب الفلق، الفالق الحب و النوى میگوید. پروردگار فلق یعنی آن ذاتی که دانه و دانگی و میوه ها رو میرویاند، میشکافاند و صبح رو میشکافد و روشن میکند. پروردگار صبح، فلق. قل
اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر آنچه که آفریده است. خلق آفریده است، تمام آنچه که الله سبحانه و تعالی آفریده است، از انسان، از جن، از حیوانات. بسوی پروردگار کمک یاری میخوای، بسوی پروردگار که پناهندگی میطلبی از شر همه این بدی ها، از شر همه این بدی ها، از شر هر آنچه که در آنها این شر هست، از همه این آفریده های الله سبحانه و تعالی. بسوی او پناه میبری. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب آیه سوم. و من شر غاسق، از شر غاسق شب، هنگامی که فرا میرسد، یعنی از شری که در شب وجود دارد. آنگاه که این شب به مردم فرا میرسد که در این شب بسیاری از روح‌های ناپاک، از حیوان‌ها، از هر سه آزاردهنده در شب منتشر میشود، پهن میشود. بس او پناه میبره. و من شر نفاثات فی العقد، همون چیزی پس گفت. از شر دمندگان، از ساحران که در گیره ها میدمند، از شر جادوگرزنها که برای انجام جادویی میپردازند، در گیره ها میدمند، آنها وسوسه ها و سحرها را انجام میدهند. و من شر حاسد اذا حسد، حسد کننده رو میگن، حسد خورنده رو میگن. و حاسد بر شخص گفته می شود که برای زوال از بین بردن نعمت برای کس دیگری میخواهد نعمت را از دیگر کس بکشد، بگیرد، از بین ببرد. حسد کننده آن کسی است که نابود شدن نعمت را از تو میخواهد، نابود شدن نعمت را از تو میخواهد که این نعمتی که تو داری اون را از تو کشیده بگیرد، اون را از تو نابود بسازد. از برای از بین بردن آن به قدر توانش سبب ها میجوید. از این رو الله سبحانه و تعالی ما را امر کرد که پناه بردن به الله سبحانه و تعالی از شر او، نابود ساختن مکر و حیله او، نیرنگ های او. بسوی الله نیاز داریم ما. و همچنین شخصی که چشم میکند، چشم میزند، از شر اینم در زمره حسد کننده داخل میشود. چون شخصی که میدونه که چشم میکند و چشم میرساند، این رو قصداً انجام میدهد. حسد میکند، حسد میخورد، به خاطر ناپاکی نفسش به دیگران ضرر هم میرساند. پس این سوره مبارک هم دربر میگه پناه جستن به همه نوعهای بدی از الله سبحانه و تعالی. با سوی الله پناه میبری از همه نوعهای بدی ها، به طور عمومی و به طور خاص، که تو رو حفظ حمایت نماید. و گفتیم دلالت میده که سحر حقیقی است که از ضرر آن باید ترسید و دوری جست. از اهل بدی ها با سوی الله سبحانه و تعالی پناه برد. برای همین علما رحمت الله علیهم فرمودن که در تفسیر این بیان این سوره فلق و سوره ناس، چگونه ای که در صحیح بخاری و مسلم از عایشه رضی الله در بیان سحر پیامبر صلی الله علیه و ذکر می‌رود که رسول الله صلی الله علیه و هنگامی که سحر کرده شد، یک غلام یهودی بود که رسول صلی الله علیه و خدمت میکرد، که از موی رسول صلی الله علیه و یک مشت گرفت، از موی سر پیامبر یک مشت گرفت و آن را به نزد آن ساحر یهودی برد که اعصم یهودی نام داشت. و رسول الله صلی الله علیه و را سحر کردند و رسول الله در سحر افتادند. با تقدیر الله سبحانه و تعالی بیمار شدند و خیال در خیالش هر چی میگذشت، خیال ها میکرد صلی الله علیه و سلام. و جبرائیل به نزد او صلی الله علیه و سلام آمد، همین سوره ها را نازل، در همین سوره ها نازل شدند و هنگامی که خبر داد از مکان سحر شده در یک چاه و سحر را آوردند و آن هر گیره ها را میکشیدند، همین سوره ها را میخواندند، همین پوف میسوف میکردند. و فضل الله هر سوره ای را که میخواندند سوف میکردند، رسول الله آرام میگرفتند، رسول الله آسوده حال میشدند، سبک میکرد، خود را حس میکردند. برای همین است که در این سوره ها پناه جستگی از الله سبحانه و تعالی، پناه بردن با الله سبحانه و تعالی امر شده ایم که این از رقیه ها است. امر شده ایم که اینها در همه نمازها خوانده شوند، در همه بعد هر نمازها خوانده شوند، حتی در ذکرهای صبح و شام خوانده شوند، چون یک بیان کردیم. بارک الله فیکم. این از بیانی سوره فلق. صبح سفیدی، سوره فلق.